و بار بار به دوستان قم گفتم، 10 سال در قم بودم، گفتم برادران هرگامی که صلاحیت علمی پیدا کردید برید افغانستان، در افغانستان شما محترمید، نه جای دیگر. در ایران اگر مجتهدم شوید، علامه هم شوید، پروفسور هم شوید، به جو نمیارزید، به جو. ما در کنار آیت الله عظمای کابلی بودیم از سال 72 تا سال 88 سال. یک نفر ایرانی پشت ایشان نماز نخواند، یک ایرانی به درسشون شرکت نکرد، یک ایرانی بهش وجاهت نداد. وجاهتش شما بود، نماز پشت شما میخواندید، در درس شما شرکت میکردید. بده گفتم برادران شما اگر کابلی ضرب 1000 هم شوید، یک افغانی بیشتر نیستید. ولی در افغانستان مردم دست شما را بوسه میکنن، شما را احترام میکنن، اونجا میتونید کار بکنید. اونجا حسینیه بسازید مانعی نیست، مسجد بسازید مانعی نیست، نهاد ایجاد کنید مانعی نیست. ولی در کشور بیگانه ولو شیعه هم باشد شما اجنبی حساب میشید، بیگانه حساب میشید. واقعا دل آدم درد میکنه. من امریکا رفتم، در ایالات امریکا در هر ایالتی شما شیعه ها حسینیه دارید، مسجد دارید. در کانادا مسجد دارید، حسینیه دارید. در تورنتو قوی‌ترین مرکز رو شما دارید. در اروپا شما مرکز دارید، چندین مرکز. در استرالیا در هر 5 شهر، در هر شهر تقریبا از 5 تا 18 تا مسجد به حسینیه شما دارید. اما در کل ایران یک حسینیه از شما نیست، از شما یک مسجد نیست. شما قادر به ساختن مسجد بودید اما نگذاشتن شما مسجد بسازید. کافر ما رو اجازه ساختن مسجد داد اما شیعه ما اجازه مسجد ساختن نداد. دیگه شما از مشهد تا زاهدان و تا عراق و تا کجا و کجا مهاجرین افغانستانی چند تا مسجد در ایران دارن، چند تا حسینیه دارن. ما ایران را دوست داریم، همسایه ماست، کشورهای منطقه را دوست داریم، اما واقعیت‌ها را باید گفت. شیعه در کشور شیعه حق نداشته باشه مسجد بسازن. امریکا کافر است، به ما اجازه مسجد ساختن داد. بنده در محرم ها از طریق اسکایپ در کالیفرنیا امریکا منبر میرم، در جکسنویل، در فیلادلفیا، در همه جا، در اروپا ها کذا. اونجا مراکز است، اونجا حسینیه ها آزاد است، مذاهب آزاد است، ادیان آزاد است. به هر حال ما کار به دینشون نداریم، ولی این آزادی رو برای مردم ما داده است. خب علی ایها نمیخواستن بگم، ولی حالا آمد دیگه، حالا آمد دیگه. از ما وقت زبان ما کنترل نمیشه. گاهی مصلحت ها را هم از خط قرمز هم عبور کردم. امیدوارم که انشالله مقامات جمهوری اسلامی انتقاد ما رو شنیده باشه، ولو قبول نکنه که نکرده است همیشه، ولی واقعیتی است. مسجد اهل سنت در مشهد خراب میشه. چرا؟ مگر اینها مسلمان نیست؟ حق نداره نماز جمعه بخوانه؟ سفارت خاص نماز جمعه بخوانه، گفتن نه، خود در خیابان نماز جمعه رو میخوانند. این برای کشوری میزبان عیب نیست که سفارت افغانستان در تمام دوره ها نماز جمعه رو در خیابان برگزار بکنند، برایشان اجازه مسجد ندهند. این واقعیت هاییست که آدم باید بپذیرد. اون وقت در افغانستان شعارها چی میشه و این و آن اینا، در حالی که و در افغانستان نهایت برادری و خاطر با برادران اهل سنت خود داریم. آقای مطهری فرمودن واقعیت میگه. ما در رابطه با اتحاد و برادری شیعه و سنی در افغانستان در بین کل کشورها اول هستیم. در هیچ کشور مثل ما سنی و شیعه برادر نیستند. بگردن برادری مثل ما پیدا بکنند. ما عملا دنبال اخوت بودیم و عملا برادر هم هستیم. ما به همدیگر احترام قائل بودیم و هستیم و انشاءالله یخا آب میشه، خاطرتون جمع میشه، یخا آب میشه، فاصله ها نزدیک میشه. هیچگاه ناامید نباشید، هیچگاه مایوس نباشید، هیچگاه از خدایتان نبرید، از شریعت اسلام نبرید، از دین آیینتون نبرید که دین برای ما عظمت داده، برای ما شرافت داده، اسلام برای ما عظمت داده، شرافت داده و اینها خب معرف ماست. معرف ما اسلام است، دیانت است، شریعت است، برادری خواهی است، استقلال طلبی است.
و اینا را همه دنیا دوست دارن. و لذا بنده هر جا که رفتم از شما مردم فریاد کشیدم. اگر استرالیا رفتم، اگر اروپا رفتم، اگر امریکا رفتم، همه جا از خوبی شما مردم گفتم، از عظمت شما گفتم. تا در پیش شما کمتر میگم، به خاطری که داستان قهرمان را پیش خود قهرمان خواندن کار اضافی است. خوبی خوب را در پیش خود خوب گفتن کاری حشو و زواید است. اما جای دیگر که میرم از هر کدامتون اولیاء الله میسازم، از هر کدامتون مجاهد فی سبیل الله میسازم. و میتونم هست واقعیت قضیه. خیلی کشورها آسیب دیدن، مهاجر شدن. همین که مهاجر شد از همه چیز خود دست برداشتن و همه چیز خود را باختن. بوسنی ها مهاجر شدن، هیچ چیز از بوسنی با خود نبردن، همه چیز خود را باختن. هرزگوین مهاجر شدن، همه چیز خود را در هجرت باختن. فلسطینی ها مهاجر شدن، در هجرت همه چیز خود را باختن. ایرانی ها کم و بیش مهاجر شدن، در هجرت همه چیز خود را باختن. در کل استرالیا یک مرکز از ایرانی ها نیست، در امریکا نیست. اما شما هر جا رفته اید با دین خود رفته اید، با مذهب خود رفته اید، با کلتور و کلچر و عنعنات خود رفته اید. آدم میره اونجا فکر میکنه که اینجا دشت برچی است، با همین پیرن تنبان را میره، یا حسین خود رو میگه، سینه خود رو میزنه، نماز جماعت خود رو میخونه، عید خود رو جشن میگیره. آدم افتخار میکنه که برای اینجا یک افغانی وجود داره و همه دنیا شما را به رسمیت شناخته و میشناسند. الهازا زیاد حرف گفتم، از همه شما عذر طلب دارم. دعا میکنم و در حق همه شما و شما با صدق دل آمین بگویید که خدا ما و شما را به برادری کامل برساند. پروردگار